که خیلی هوشش بالاست همت نداره، اونی که خیلی همت داره هیچ ایده ای نداره، اونی که دل بخشیدن داره 8ش گروه 9شه، اونی که خسیسه پولش از پارو بالا میره، اونی که اگه 10 تا بچه رو بهش بدی همه رو به بهترین نحو تربیت میکنه بچه دار نمیشه، اونی که خودش اصلا تربیت نداره 10 تا بچه داره. میری ازدواج کنی، اونی که جذابه وفا نداره، اونی که خوش اخلاق و وفاداره میبینی قیافه نداره. با خودت میگی این دنیا صاحب نداره. آقا مدیر اینجا کیه؟ چرا هیچ چیش به هیچ چیش نمیخوره؟ چرا هیچ چی سر جاش نیست؟ اما وقتی دنیا رو از بالا نگاه میکنی میبینی اتفاقا همه چی سر جاشه. دنیا رو از قصد اینطوری طراحی کردن. دنیا مجموعه منظمی از نامنظمی ها و آشفتگی هاست. همه جا رد پای یه نیروی هوشمندانه دیده میشه که در صدد به هم زدن تناسب زندگیه. انگار اون کسی که دنیا رو خلق کرده طوری طراحیش کرده که هیچ کسی توش به راحتی مطلق نرسه. از هر طرف که میری میبینی یک مانع اونجاست که نمیذاره لذتت به اوج خودش برسه. اونی که زندگی عاشقانه داره پول نداره، اونی که پول داره بچه معلول داره، اونی که هم پول داره هم زندگی عاشقانه بچه دار نمیشه. انگار بین 0 تا 100 سقف لذت‌های دنیا رو 40 بستن. از هر طرف میری میبینی نمیتونی بیشتر از 40 شادی و لذت داشته باشی. اینقدر فلسفه بافی نمیخواد. وقتی خود خداوند تو قرآن صریح و بی‌پرده و بدون رو دروایسی گفته من انسانو تو رنج خلق کردم. اینجا یه سوال پیش میاد، چرا؟ مگه خداوند قصد آزار انسان رو داره؟ نه. چرا پس دنیا رو اینطوری طراحی کرده؟ جوابشو با یه مثال بهت میدم. تا حالا شده بری بانک ببینی کنار هر کارمند بانک یه جعبه ابزار پر از پیشگوشتی و انبردست گذاشتن؟ نه. کنار هر کارمند بانک یه کامپیوتر و یه ماشین حساب و یه دستگاه پول شمار. چرا؟ چون همه جا محیط متناسب با هدفی که شخص تو اون محیط هست طراحی میکنن. هدف کارمند در بانک واریز و برداشت پوله. به خاطر همین بانک رو طوری طراحی میکنن که این هدف محقق شه و این هدف با دستگاه پول شمار و کامپیوتر محقق میشه، نه جعبه ابزار. خداوند هم دنیا رو متناسب با هدفی که به خاطرش انسان اینجاست طراحی کرده و هدف نهایی انسان از حضور در دنیا رشد، نه لذت. و رشد فقط در کنار رنج اتفاق میفته. به خاطر همین دنیا رو طوری طراحی کردن که توش هیچ وقت به راحتی مطلق نرسی. شما هیچ انسانی رو نمیتونی پیدا کنی که از یه حادثه شاد یه درس بزرگ یاد گرفته باشه، یا هیچ انسان بزرگی رو نمیتونی تو تاریخ پیدا کنی که گذشته آسونی داشته باشه. جان سی مکسول بزرگترین چهره مدیریت و رهبری در جهان در سال 2014 است. کسی که معروف به خدای رهبری، کسی که 6 میلیون رهبر و مدیر برجسته تربیت کرده. این آدم یه شاخص جالب برای رشد داره. میگه میخوای ببینی رشدت متوقف شده یا نه؟ یه شاخص ساده داره، ببین راحتی یا نه. اگه تحت فشار نیستی و احساس راحتی داری بدون که رشدت متوقف شده. به خاطر همین دنیا مدام به سمتی میره که عادت آدم‌ها رو به هم بزنه، چون عادت کردن یعنی راحتی و راحتی یعنی توقف رشد. بنابراین تو هیچ لولی از زندگی خبری از راحتی نیست. نه پولدار راحته نه فقیر. فقیر به خاطر نداشتن پول و پولدار به خاطر مدیریت اون حجم از پول. اگه حرفمو باور نداری ساعت بیدار شدن میلیاردرهای بزرگ دنیا رو تو گوگل سرچ کن. همشون بین ساعت 5 تا 6 صبح از خواب بیدار میشن. سوال من اینه چرا کسی که اگه تا آخر عمر کار نکنه احتیاجی به پول نداره باید 5 صبح از خواب بیدار شه؟ چون برای حفظ و مدیریت اون پول تا شب 1000 جور قرارداد و تماس تلفنی و جلسه داره. بنابراین اونم راحت نیست. نکته بعدی اینه که مبادا شادی رو با راحتی اشتباه بگیری. تو دنیا میتونی شاد باشی اما نمیتونی راحت باشی، چون راحتی یه فاکتور بیرونیه و مربوط به طراحی دنیاست، اما شادی یه فاکتور درونیه و مربوط به طراحی توه و طراحی تو یعنی نوع نگاه تو به دنیا. اصلا آرامش و شادی عامل رشدن و بدون اونها رشد اتفاق نمیفته، اما راحتی قاتل رشده.
اما راحتی قاتل رشد. بزرگترین هنر زندگی اینه که بتونی با حضور مشکلات شادی خودت هم حفظ کنی و فقط کسایی تو زندگی به این نقطه میرسن که دنیا رو با تمام واقعیتاش پذیرفتن و فهمیدن که دنیا در لفافه‌ای از گرفتاری‌ها و مشکلات پیچیده شده. به خاطر همین تمام اون منتظر یه روز بی مشکل نمیمونن. اونا فهمیدن که رشدشون در گرو حل مشکلاته، نه حذف مشکلات.